یکی از بزرگترین ترس‌ها به خصوص برای من همیشه ترس از تحقیر شدن توی اجتماع، مسخره شدن توسط مردم یا تو سوشال مدیا و قضاوت شدن توسط بقیه بود. و این تو این 2 سال گذشته که من هم تو اجتماع فعالیتم کمتر بود، هم تو سوشال مدیا دیگه کار نمی‌کردم، این ترس و این خوره همش تو وجودم هی بیشتر گر می‌گرفت. یه صدایی بود که میگفت اگه حالا مثلا کانال شخصی تو زدی، اگه شخصیت واقعی تو نشون دادی، اگه لایف استایل حوصله سربر و تکراری اون روتین تکراری که هر روز انجامش میدی و هیچ جذابیتی برای بقیه نداره الان رو بخوای بذاری، آیا کسی خوشش میاد از تو، از اون شخصیتت، از لایف استایلت، از زندگیت خوشش میاد؟ بعد این اواخر به این نتیجه رسیدم و این سوال از خودم پرسیدم که اصلا من چه نیازی دارم که بقیه از من خوششون بیاد؟ چرا باید بقیه مثلا یه مهر تاییدی به من بزنن تا من نسبت به خودم، نسبت به زندگی خودم یه احساس خوبی داشته باشم، یه احساسی بکنم که دارم به یه سمت درستی حرکت میکنم؟ و اینم همیشه تو ذهن من بوده، از همون قدیم الایام همیشه تو ذهن من بود که مردم به یه ورشون هم نیست آخر روز که من زندم یا مردم یا چی کار میکنم یا به کجا میرسم. و تا وقتی که به اون نقطه‌ای که میخوام نرسیدم، مطمئنم تا اون لحظه هیچ کس به یه ورش هم نیست. شاید از اون لحظه به بعد هم هیچ کس به یه ورش نباشه، صرفا چون مثلا اون موقع آدم معروفی میشم، اون موقع آدم موفقی میشم، شاید اون موقع مثلا در حد به قول اسپانیا یه چوسه اهمیت بدم. ولی اینو همیشه قبول داشتم که هیچ کس به یه ورش هم نیست که من چی کار میکنم. من شخصیت اصلی زندگی هیچ کسی نیستم و وقتی هم طرز زندگیام این باشه که دنبال تایید بقیه باشم، حتی شخصیت اصلی زندگی خودم هم نیستم. و میدونی یه چیزی که همیشه من سعی میکنم به خودم یادآوری کنم اینه که اگه 2 تا گزینه جلوی 99.9% مردم کل دنیا بذارم و یکیش این باشه که زندگی منو نجات بدم و اون یکی این باشه که 100 میلیارد پول، حالا به واحد پولی خودمون میگم، 100 میلیارد پول جلوشون بذارم، بین این 2 تا گزینه یکی رو انتخاب کنم، مطمئنم که همه اون 100 میلیارد رو انتخاب میکنن و زندگی من اصلا هیچ اهمیتی واسهشون نداره و هر موقع هم احساس عذاب وجدان بهشون دست داد، سعی میکنن با اون پول خودشونو سرگرم کنن و مشغول کنن و به یه ورشون هم نباشه که اون پول رو به من ترجیح دادن. پس برای همین با این ویدیویی که قراره تو این چند ثانیه آینده ببینید، من سعی کردم با یکی از بزرگترین ترسا که بین همه آدما مشترکه و برای من خیلی دیگه ترس بزرگی محسوب میشد تو این 2 سال گذشته، روبرو بشم و باش مقابله کنم. و همونجور که تو ویدیو قبلی گفتم این چیزیه که فقط میخوام به صورت مستند باشه. پس این ویدیو رو برید ببینید و بعدش دوباره میام. آقا این خونه منه، این جاییه که من 6 سال توش زندگی کردم. یه خونه 3.5 در 6.5. سال 97 که اومدم اینجا، من این خونه رو 10 میلیون تومان وام گرفته بودم از اسپان به طور کاملا اتفاقی عجیب. 8 میلیون شده دادم پول پیش این خونه. باز خدا رو شکر که حداقل اینجا بود، اینجا رو داشتم، و یعنی مثل خیلی دیگه یا مجبور بودم برم خوابگاه یا مجبور بودم برم با یکی که نمیشناسم هم خونشم، یا اصلا ممکن بود جای گیرم نه یا تو ماشین مجبور شم بخوابم. خدا رو شکر اینجا بود، ناشکری نمی‌کنم. خیلی اتفاقای باحالی اینجا افتاد، خیلی اعصاب خوردی‌ها اینجا واسم اتفاق افتاد، ولی خوب بود واقعا. یعنی یه جوری شد که حداقل تو این 6 سال تو همین اتاق 3 در 6 متر خیلی چیزا رو فهمیدم راجع به خودم، خیلی هدفایی که تو زندگیم نمیدونستم چجوریه رو پیدا کردم واسه خودم حداقل. و این گرفتن این ویدیو از اینجا، این تمام فضایی که اینجا داره، صرفا به خاطر اینه که در آینده حداقل یادم باشه از کجا شروع کردم. در آینده حداقل یادم باشه که از کمترین امکانات، از یه خونه 18 متری هم میشه شروع کرد، میشه حداقل به اون چیزایی که میخوای برسی. و فقط برای خودم هم نیست، شاید در آینده بچه‌هام این ویدیو رو ببینن و بهشون نشون بدم که از زیر صفر بالا اومدن، از کمترین امکانات هم میشه به بالاترین خواسته ها رسید. به خودم اینو ثابت کنم اول از همه خیلی مهمه واسم، برای همین سعی میکنم همه چیز رو ثبت و ضبط کنم.
یه ویدیو تو آشپزخونه داشتم بفرمایید. بریم بگیریم. بفرمایید. این کل محوطه آشپزخونه این خونه است. فکر کنم 2 متر در 2 متره، یعنی یه جای 2 در 2. گفتم یه نمای پنجی تیلت شد. یه آشپزخونه 2 در 2. بعضی وقتی می‌خواستم ظرف بشورم حتی جامم نمیشد. یه خودتون متوجه وخامت و اوضاع میشین. و جالب ترین نکته این خونه اگه تونستی گیر نکنی اونجا، این در خونه است که این خونه فاقد دره و امکانات دریش اینه. ببینید نگاه کن. ناک ناک. Who's there؟ سلام علیکم. این در خونه منه. و یکی چیزای جالبی که اون موقع که تازه اومده بودم اینجا باعث شد یه ذره دلگرم بشم نسبت به این پرده این بود که مهران مدیری میگفت من اون موقعی که 26 سالم بود اولین خونه مجردیمو گرفتم، میگفت خونم در نداره، یه پرده سفید آویزون کرده بودم و این خیلی باعث دلگرمی من تو اون تایم میشد که گفتم خوبه کسایی که موفق شدنم عین خودت همین تجربه رو داشتن. سال 68 من رفتم یه خونه اجاره کردم 4 سیروس. یه طبقه پایین بود، یه پیرزنی بود، پله میخورد میاد بالا، یه پرده بود، خونه من بود، یه اتاق بالا، یه خونه پایین. بعد این همینجوری یه دفعه من داشتم زندگی میکردم میدیدم اینجاست خانومه. بعد پرده رو میذار که میامد بالا که من چیکار میکنم. گفتم خانم این در که پرده که نمیتونی بزنی، یه اهنی یه صدایی اون پشت بده، من خودم دعوت میکنم بیاین تو، اصلا اشکالی نداره، قدمتون خونه خودتونه. دوباره داشتم نیمرو درست میگم برمیشتون اینجامه. و خیلی فرستادن این ویدیو رو، ازم رفیقام فرستادن، بابام فرستاد. یه جوری من اوایل خیلی خوب بود، اوایل خیلی خوشحال بودم، ولی بعدش گرفت جلوتر یه تایمی بود عصبی میشدم، چون مثلا در حال آشپزی بودم یهو نگاه میکردم میدم صابخونه بدون اینکه چیزی بگه همینجوری اینجا وایساده، همینجوری وای میساد بغلم سلام علیکم ول میکرد میرفت رو پشت بوم. و یه جوری باعث شد که من اعصابم از این قضیه خورد بشه، به اینجا لقب شت هول بدم. لونه گو بهش میگفتم یه تایمی. ولی بازم خاطرات خیلی باحالی بود. مثلا این دیگه تا آخر عمرم یادم نمیره. فرشی هرچی قور بود من تو این سال، چون کسی جز فرشی نبود، همه قرای این پرده رو سر فرشی زدم. گفتم من بعد از این خونه برم، این پرده چیه اینجوری؟ ولی خودش چند روز پیشش میگفت گفت بیا این همه قور زدی بالاخره شد داری جابجا میشی از اینجا. و خیلی باحاله. یعنی دیگه من تا آخر عمرم امکان داره، امکان که هیچی، یعنی دیگه تا آخر عمرم 100% دیگه همچین چیزی تجربه شاید نکنم تو همین مکان. امیدوارم که اصلا اینجوری که تجربه نکنم، این که هیچی بس جداه. ولی خیلی باحاله این که دیگه مثلا همه این ساله که اینجا گذشت یه بار تو زندگی اتفاق میفته و دیگه امکان تجربه کردنش نیست. امیدوارم بازم امیدوارم که اتفاق نیفته، از اینجا بدتر یادم اینجا. ولی نه شوخی میکنم، جای باحالی بود، کلا خونه خوبی بود نسبت به اون پولی که من داشتم. این که تو تهران تونستم یه سرپناه برای خودم جفت جور کنم خیلی خوب بود. دم فرشیدم گرم که از همون روز اولی که من اینجا رو گرفتم کمک کرد بهم تو تعمیر اینجا، کمک کرد پشت دوربین وایساد کمک کرد بهم، باعث شد حداقل سختیایی که این خونه رو من فشار وارد میکنه یه ذره فشارشو کمتر حس کنم. درود بر تو. درود بو فشارت. آره دیگه بریم که دیگه بریم اون جا جدید. آره جا جدیدم نشون بدیم و بچه‌های خودم میگم مادرهای بچه‌های عزیزم، پدرتون از همچین جایی شروع کرد، از یه خونه 18 متری شروع کرد. الان شما وقتی که این ویدیو رو میبینید ممکنه که توی یه پنت مثلا چند هزار متری باشیم، حالا کدوم کشور نمیدونم، امیدوارم که ایران باشه، ولی پدرتون از یه همچین جایی شروع کرد، از جایی که حتی در نداشت. بعد اگه یهو عقیم بشی چی دیگه بچه‌ها نمیتونن نگاه کنن، بچه‌ها دست میگیرن
پدرتون از همچین جایی شروع کرد. خونه داریم. مرسی. چون گفتم بالاخره دیگه اگر من زنده نبودم که شما بچه ها من از اینکه خیلی خوب. الان دیگه درود بر خدا. این ویدیویی که دیدید این همون ویدیویی بود که من گفتم میخواستم باش این کانال رو شروع کنم و به عنوان اولین ویدیو میخواستم این رو به اشتراک بذارم، ولی یه صدایی که تو ذهنم بود و خودم بودم میگفت نکن این کارو، ولش کن، مسخرت میکنن، کسی اهمیت نمیده. و الان دیگه به اشتراکش گذاشتم و میدونی دیگه سعی میکنم از این به بعد به اون چیزی که اینجای آدمه، به قول خارجی میگن گات، به اون چیزی که اینجا سو دل آدمه گوش بدم، چون هر موقع بهش گوش دادم واقعا درست عذاب در اومده. چه همون موقعی که تصمیم گرفتم بیام تهران بدون اینکه هیچ پشتوانه‌ای داشته باشم، همون موقعی که تصمیم گرفتم خیلی کارا رو انجام بدم، درست همیشه بهم میگفته و برای همین سعی میکنم همیشه بهش گوش بدم و دیگه به حرف هیچ کسی گوش نمیدم که مخالف پیشرفت من باشه، چه اطرافیانم، چه خانواده، چه نزدیکانم و چه حتی اون بخشی از صدای خودم که درون خودم و میگه نکن این کارو. برای همین این برای خودم که این رو به اشتراک گذاشتم یه قدم خیلی خیلی بزرگ بود واقعا. چون میدونی اون تایمی که تو فرسمان با فری معروف بودیم، گفتم مثلا میرفتیم اکثر جاها میشناختنمون، بعد همیشه اینو من به فری میگفتم ما فقیرترین آدم معروفای این شهریم. میرفتیم مثلا بقیه جا میشناختنمون، آره برنامه‌تو میبینیم، تعریف تمجید میکردن از برنامه‌مون، ولی از نظر مالی، از نظر اجتماعی، از نظر موفقیت اصلا اون جایی که میخواستیم نبودیم. اصلا همیشه اینو میگفتیم ما فقیرترین آدم معروفای این شهریم. و برای همینه که این ویدیو یه باری انگار رو شونه‌ام برداشت. با امید اینکه با همین روند برم جلو و این لایف استایل ساده، این لایف استایل حوصله سربر برای اکثریت و شاید چه بسا 100% مردم رو تبدیل کنم به یه زندگی که خودم واقعا ازش لذت ببرم.